ای قلعه چهار برجک بر ما معلومات بتین. قلعه از قدیم بوده، حدوداً یعنی 400 سال برآورد میکنیم که این 5 نسل 6 نسل از قوم سنجرانی بلوچ اینجا بود و باش داشت. آخرین و معروفترین کسشون به نام سردار محمد علم خان سنجرانی بود. بعد از اون امی اواخر که اتفاق افتاد، یعنی زمانی که شوروی حمله کرد، سردار غلام دستگیر خان پسر ایشان اینجا بود که بعد هجرت کردن به پاکستان و اونجا ماندگار شدن. این قلعه بعد از اون دیگه مخروبه شده، یعنی حدود 45 تا 50 سال پیش. یعنی این ولسوالی رم که به نام چهار برجک میگن به خاطر همین قلعه بوده که تقریبا چقدر سال پیش این آباد شده بوده؟ حدوداً 400 سال پیش برآورد که قوم سنجرانی اینجا آبادی آورده و اینجا زندگی کرده و این تقریبا زمین زیاد اینجا متعلق به اونه است. قوم سنجرانی مربوط به کدام؟ یک شاخه و تیر از قوم بلوچ است. اصل قوم بلوچ مربوط به کدام ولایت، کدام کشور؟ اصل قوم بلوچ به متعلق به بلوچستان است. بله بله. اون زمان بسیار خوب. بوده. البته باز اینا بلوچ‌های افغانستان با یک خوی خصلت و خواص هستند و از ایران و پاکستان به دیگه همه قسم است یا که نه؟ یعنی در کل اون اصالت بلوچی یکی است، ولی خب بعضی چیزایی که فرهنگی هستن یا از نظر زبان و لغت اینا یکم تغییرات کرده. اینجا مثلا به پشتون نزدیک هستیم، اونجا در ایران به زبان فارسی نزدیک هستیم، در پاکستان به زبان اردو نزدیک هستیم، ولی در کل اون بلوچیش یکی است و اصالتش یکی است. دوستای عزیز، اینی مکان را که شما در تصویر تماشا میکنین، همین مکان قلعه چهار برجک ولایت نیمروز ولسوالی چهار برجک هست و این قلعه قدامت 400 ساله داره که از همو بزرگای قوم بلوچ تا فعلا را باقی مانده. البته فعلا به آثاراتش مانده. شما میبینین میفهمین که نمی مکان هست که قلعه معلوم میشه ازش، اما آنچنان آباد نیست دیگر که کسی بود و باش بکنه یا زندگی بکنه در اینجا. از نواده های همو بزرگواره که این قلعه مربوطش میشد که شما اسمشون رو چی گفتین؟ سردار محمد علم خان. سردار محمد علم خان. از او کسی مانده تا فعلا را؟ بله، نواده های زیادی داره این منطقه. اینجا بعضی هستن تو منطقه شهر بیشتر زندگی میکنن، بعضی تو ایران هستن، بعضی پاکستان هستن و خود ما هم نسبتا به امونه هستیم. ما نوادگان سردار کمال خان هستیم که بند کمال خان جور کرده. اون بند سردار کمال خان کاکای امین سردار محمد علم خان میشه. پدر این سردار محمد علم خان با پدر او پسر کاکا هستن. با کمال خان هم بلوچ بودن. بله، کمال خان بلوچ سنجرانی. بله. بسیار خوب. او پل ماندک. بله او پل. میریم او پل یا که نه؟ هرچی شما بگید ما در خدمت هستیم. درست است. به خاطر که او پل هم قصه داره و خاص است. میریم همون پل را هم دیدن میکنیم، یک کوتاه صحبت در رابطه به او پل هم میداشته باشیم، بعد از او باز خداحافظی میکنیم. درست است؟ تشکر هموطنان عزیز، تشکر از شما. بیننده ادامه این گزارش و ویژه ما از ولایت نیمروز ولسوالی چهار برجک باشین. هموطنان عزیز، یک جهان سپاس از اینکه بیننده گزارش ویژه ما از ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز هستین. ما در یک پل قرار داریم در این ولسوالی. این پل مانند کدام پل است؟ این پل ارتباطی است. بله. شکل دیزاینش در پاریس نمیدونم پاریس است یا ترکیه است؟ ترکیه. این همونطور یک پل داره. شبیه این دیزاین کردن. بله. چی زمان ساخته شد؟ این دقیق معلوماتش ندارم، بودم شاید 25 سالی باشه. کی ساخت؟ مسئولین وقتی که اینجا بودن. البته
این پل او طرفه که ما آمدیم درست است، با اون آخراش باز خراب شده که جور نشد دیگه. این دریا از دریای چی هست؟ از کجا سرچشمه گرفت؟ که از بند کجکی تا اینجا میاد، حدود 400 کیلومتر از این طرف تا اینجا میاد، بعد میره این طرف تا بند کمال خان، بعد اونجا آب متوقف میشه، بعد از اونجا کانالا داره که برای شهر و برای ولایت نیمروز آب میاره. حالا هم که شما میبینید خوشسالی است و یک آب کوچکی آمده، یه آبی که اینجا میماند تو آخر یک جای